صحبت من نادیره طاهریون دختری سمرقندی است که چند پیش با خواندن شعر در وصف زبان پارسی در صحن رگستان سمرقند دل هزارها فارسی زبان را تسخیر کرده است. و از خانواده تاجیکان ازبکستان بوده 18 سال سین دارد. روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی است. از تباری رستم و از زادگاهی آرشم، تیرهایم واژگون است و کمانم فارسی. سلام نادیره بانو جان، خوب تشکر برای این صحبت. پس از نشر آن شعری که شما در نزد رگستان درباره زبان فارسی خواندید، میانی مردم فارسی زبان خیلی محبوبیت کسب کرد و شما از کجا هستید و با چی کار مشغول هستید اصلا؟ السلام علیکم استاد ارجمند، خیلی شادم از دیدار دوست. خوش آمدید به سمرقند باستان. من کورس 1 فیلولوژی تاجیک دانشجویم. همان شهر من صنف 7 بودم. راهبر صنف ما پریسای سمرقندی داده بودن که اجازت کنید و اجازت کردم. نمیدونم وقتی که همین شعر را میخونم در وجودم حسیات عجیبی پیدا میشد. شاید برای تاجیک بودنم، شاید برای تاجیک زاده بودنم باشد. بعد خواستم به همون سیاحان همین شعر را خواندم و اون روز این شعر رو خواندید و ما دیدیم که در شبکه‌های اجتماعی خیلی محبوبیت زیاد کسب کرد این شعرخوانی شما. خب غیر از مثلا این شعرها، آیا از شاعران فارسی زبان و یا کلاسیک ها هم شعر میدانید شما؟ آره، شعرخوانی را خیلی دوست میدارم. بسیارتر معاصر اجرا میکنم. همون شعر از این نجیب بارور بود. میخواستم شعر لایق شادروان را قرائت کردم. مرحمت. جوابیه به بیتی: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دلی ما را، به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. لایق شادروان چنین جواب گرداندند: به حسن ترک دختر که سراپا مکر و عصیان است، نمی ارزد که بخشایم غباری ناخن پا را. اگر حافظ می دیدی جمال دختری تاجیک، برایش هدیه می کردی تمام روی دنیا را. جمال دختری تاجیک یقینا که خداداد است و من بهرش ببخشایم همه گلهای رعنا را. اگر با چشم کمبینش به سویم یک نظر آرد، فراموش میکنم آن لحظه گلگشت مصلا را. الا ای خواجه حافظ، گمانم که پشیمانی از آنه که ببخشیدی سمرقند و بخارا را. آفرین آفرین نادیره جان، خیلی شعر زیبا. بله، این شعر لایق شیرعلی، شاعری توانای تاجیک در تاجیکستان هم خیلی معروف است. در دانشگاهی که شما درس میخونید، شما تنها زبان فارسی را میدانید یا خط فارسی را هم در دانشگاه میآموزید؟ بله، آنجا دانشجویان خیلی بسیارند. متاسفانه گفتم ممکن است که زبان فارسی را میدانم اما خط فارسی را نمیدانم. یکی از آرزوهای من همین خط عربی و خط فارسی را یاد گرفتن. خب نادیره جان، به کدام کشورهای فارسی زبان سفر کرده اید؟ میخواستم به کشورهایی که با حرف تاجیکی به پر رگ سخن میرانند: ایران، افغانستان، تاجیکستان و مانند اینها. تاها سفر نکرده اید؟ نه، از سمرقند نبرم. آیا مثلا شهروندان ایران و افغانستان اگر بیایند با آنها روبرو شوید، بمانه از شیوه گفتار آنها را شما میفهمید، میتوانید با آنها صحبت کنید؟ ها، میتونم. همون وقتی که من همون شعر نجیب بارور را خوانده بودم، از ایران آمده بودم و از سیاحان به هزار فهمیده بودم، لیکن سخن رانده نمیتونم، میفهمم. خب حالا چون در آستانه جشن نوروز فرخنده پی قرار داریم، تمنای شما با مردمان فارسیگو که در سراسر عالم ما را میبینند چی است؟ ای ملت خجسته، تبریک باز تبریک. شایسته کی گویم به یک مجاز تبریک. بر پهلوی درودان، بر رودکی سرودان، بر آتشین وجودان تبریک باز تبریک. ای دل تو با کلامش خط بر خط آشنا شو، زان بعد خویش را گو دور و دراز تبریک. چون کائنات شعرش جغرافیا ندارد، روم و حجاز تبریک، وخش و تیراز تبریک. عید نوروز عیدی واقعا ملی و اجدادی به خانه شما مبارک باشد. شکر که خداوند بزرگ ما و شما را به نوروز نو رسانید و امید دارم که باز به نوروز دیگر میرساند.